سلام، به یه ویدیو یوتیوب با من خیلی خوش اومدین. این سری ویدیومون خیلی متفاوت تر از ویدیوهای دیگه ای بوده که تا الان گذاشتم. همیشه کاپلی بوده، الان یه ویدیو تنها، حرفایی که همیشه دوست داشتم بزنم ولی جاش تو اینستا نبود چون طولانیه و نمیشه تو اینستا گذاشته. خواستم بهتون بگم که از این به بعد کانال یوتیوب فعاله، تقریبا هر روز ولاگ داریم، هر روز ویدیو داریم و اینکه خیلی درخواست میکردین که ویدیوی 2 نفره بذاریم با آرتین. من که تصمیممو گرفتم کلا دیگه به دلایلی که خودتون بچه‌ها قدیم میدونن دیگه ویدیو نذارم با آرتین تو اینستا، اما تصمیم گرفتیم که یوتیوبمون 2 نفره باشه. یعنی خیلی وقتا من آرتین رو با هم میبینید، ولاگای جاهایی که با هم میریم، حالا همون چیزایی که همیشه میدیدید. و اینکه الان زاویه‌مون خیلی بده ولی این درست میشه چون که سپایه ندارم. برای گوشیم فعلا اینجوری رو کتاب گذاشتم گوشیمو تا اینکه سپایم برسه و دیگه خیلی خوب بتونیم با هم حرف بزنیم. بچه‌ها موضوع ویدیو امروز راجع به پسرای لاشیه. راجع به پسرای لاشی اینجوری بهتون میگم که خیلی دسته های زیاد متفاوته، در هر کدومشون انگار یه جور لاشی بودنشون رو نشون میدن، ولی چند تا فاکتور هست که همشون دارن. اولیش اینه که یارو وقتی که هنوز با تو زیاد آشنا هم نشده، مثلا یه روزه با هم آشنا شدید، میگه که عکس میدی دلم تنگ شده برات. ببین یه چیزی میگه که تو میگی یعنی چی؟ تو دلت برای من تنگ شده، اصلا تو منو میشناسی. اصولا این جمله رو به فینگلیش تایپ میکنن، میگن ببینمت یعنی عکس تو بده. ببین 99.9% کسی که به این مدل می‌نویسن ببینمت، مثلا وقتی یه روز باشون آشنا شدی، لاشی. همشون. من احساس میکنم پسری که خوبه اصلا روش نمیشه یا انقدر نمیدونم اصالت داره که اصلا اینو حتی اگه دوست داشته باشه تو رو ببینه، تا وقتی خودت نخوای ازت درخواست نمیکنه که مثلا عکستو بده ببینم. نمیدونم چجوری منظورم رو بهتون برسونم. کلا کسی که اول رابطه دنبال عکس، مخصوصا دیگه مثلا بگه چی تنته، نمیدونم با لباس عکس بده، اون که دیگه اصلا ببین در جا بلاک. یعنی اگه تا 1 ماه اول رابطه که هنوز اما اصلا زیاد نمیشناسید بهتون گفتن که قدی بده، چند کیلویی، وای اینم خیلی میپرسن چند کیلویی، قدت چند کیلو، بعد اگه تو بهشون بگی که خب چرا میپرسی، میگه وا میخوام بدونم خب چجوری هستی. یعنی خیلی ریلکس مثلا نشون میده بهت این ماجرا رو که اصلا چته مگه چیه، ولی لاشیه. اون لاشیه، جدی بهتون میگم. یعنی کسی که عکس میخواد، قدی میخواد، وزن تو میپرسه، ببین این قشنگ دنبال یه چیزه و بس، فقط میخواد ببینه آیا مناسبه هستی یا نه، فقط همین. یعنی میخواد ببینه که آیا مثلا هیکلت مورد پسندش هست یا نه. اینقدر عوضیان بعضیاشون. بعد من میدونم بعضی وقتا پسر مثلا خوشگله یا مثلا موقعیت مالی خوبی داره یا شرایط خوبی داره، باعث میشه که شما بگید خودتون رو راضی کنید، بگید که نه این شاید اونجوری نیست، شاید قصدی نداره، شاید منو میخواد ببینه. ولی ببین همه این خود راضی کردن رو بذار کنار. 10 نفر قبل تو این کارو کردن پشیمون شدن. یعنی ببین روزی میرسه که پشیمون میشه که چرا با این 1 کلمه حرف زدی، چرا برای این عکس تو فرستادی، یعنی چرا به خودت اجازه دادی که یارو تو رو ببینه. اینقدر چندشت میشه چون واقعا یعنی با 2 نفر که حرف بزنی میفهمی که چقدر لاشیان و چقدر ازت سوء استفاده میکنن. اصلا شاید تو هیچ وقت نری پیشش، شاید اصلا هیچ اتفاقی نیفته. بالاخره اون سوء استفاده‌ای که مثلا بخواد وقت تو بگیره، ازت عکس بگیره، ببین این حسی که تو میفهمی که پسره نمیخواد با خود من حرف بزنه، پسره فقط میخواسته از من سوء استفاده کنه و یه لذتی ببره، این به تو حس بدی میده بعداً در آینده. پس کلا بندازش خالی. اینو داشته باش، از من اینو داشته باش. اونی که میگه دوستتو بیار با دوستم بریم بیرون، این لاشی نیست، این احمقه، این بچه است، این خره. شاید در کنارش یکم لاشی هم باشه. جدی دارم بهتون میگم اینا مهمه، واقعا اینا نکات ریزیه که مهمه. ببین وقتی یکی میگه دوستتو بیار مثلا تو دیت اول یا دیت دوم، حالا هرچی،
این یعنی این که تو برای من مهم نیستی، شناخت تو برای من مهم نیست. من میخوام دوست تو بیاری، خودت هم بیای سرگرم شی، من و دوستم با هم سرگرم شیم. یعنی من دنبال رابطه جدی با تو نیستم. ببین تو وقتی که میخوای یکی رو انتخاب بکنی برای رابطه جدی، قطعا تو ذهنت سوالاتی داری که این کیه، چیه کارش، چیه، چند سالشه، چقدر در میاره، سطح تحصیلاتش چقدره. در نتیجه تو دیت اول اگر دنبال رابطه جدی باشی، راجع به این موارد صحبت میکنید با هم، خیلی متمدنانه و خیلی شیک. وقتی یه پسری یا یه دختری دیت اول راجع به این چیزا باهات صحبت نمیکنه و مثلا دیت اول یا میگه دوستتو بیار، یا مثلا میگه بیاریم مثلا پارتی، یا مثلا بهت میگه که اصلا هیچ کدوم اینا رو انجام نمیده، دیت اول فقط باید میره خوش میگذرونه. ببین همه اینا یعنی من تو رو جدی نمیبینم. اگر جدی میدید میپرسید ازت چند تا خواهرین، کجا زندگی میکنی، سطح تحصیلات چقدره، نمیدونم آقا مثلا هر سوال این مدلی. خب بعد یه چیزی بهتون بگم، ما دختره شاید دیت اولی نپرسیم زیاد، ولی پسری که تو رو به چشم جدی بخواد ببینه، مطمئن باش خاندان تو دیت اول در میاره، خاندانتون رو در میاره اگر بخوادتون. یعنی اگر به چشم این ببینه که خب من شاید با پریا رابطم جدی بشه، شاید، یعنی 1% اگر احتمال رابطه جدی بهتون بده، ازتون سوالای مهم میپرسه. وقتی تو دیت اول پایه که مثلا این ور اون ور رفتن و هنوز نمیدونه تو کی هستی چی هستی، میگه بیا بریم بگردیم بچرخیم، این اصلا یعنی تو رو اصلا مهم نیستی برام. پسرا خیلی از ما بیشتر تو این چیزا حواسشون هست، یعنی اگر تو رو بخوان نشون میدن. آخ یه ویژگی که پسرای لاشی دارن، بچه ازتون پول میخوان. 90% پسرایی که ازت پول میخوان لاشیان. نمیدونم چرا، ولی مردا اگر یکی رو بخوان اصلا غرورشون اجازه نمیده و نمیخوان که تو چشم زن ضعیف به نظر برسن، نمیگن پول میخوان. اگر یارو اومد تو مثلا روزای اول مثلا هنوز فاب نشدین با هم، میشه به من پول بدی؟ ببین دقیقاً با همین سناریو حالا بعد تو میگه خب چی شده چرا عزیزم، اونم میگه که به این مشکلی برخوردم خیلی عصبانیم، بعد تو میگه که خب چرا چی شده، آره تو کارم بدهی بالا آوردم نمیدونم چیکار کنم، یه 10 میلیونی نیاز دارم کسی هم نبوده ببین یعنی چی؟ یعنی 10 تومن قرض میدی به من؟ بعد تو از اونجایی که من و تو دخترای خری هستیم و احساساتی هستیم، دخترایی هستیم که دوست داریم کمک بکنیم، ما دخترای احساساتیم، میگیم که میخوای من بهت بدم، اونم میگه نه ولش کن، بعد تو اصرار میکنه میگه خب باشه اینم شماره کارتم 10 تومن بزن به کارتم. بدوز تو. اصلا کسی که میاد از مشکل مالیش دیتای اول حرف بزنه یعنی من میخوام از تو پول بکنم. البته که همیشه استثناء هم وجود داره، شاید واقعا یه آقایی باشه که خیلی اوکی بشه، شاید رابطتون خیلی خفن بشه و اوایلش این چراغ قرمزا رو بهتون نشون بده و تو فکر کنی که این لاشیه، شاید این 1% ممکنه از بین اینایی که من گفتم خوب در بیاد. ولی آقا نکن، مخصوصا اگر سنتون پایینه، به هیچ کس فرصت اشتباه ندین، به هیچ کس تو ذهنتون توجیه نکنید کارشون. وقتی یکی یه بدی میکنه حس کردی، ببین حس ششم ما دختر خیلی قویه، وقتی حس کردی که این پسره داره یکم به سمت لاشی بودن میره، بنداز دور. ببین انقدر زیاده پسر، انقدر پسرای خوب مردای آقا هستن که تو چیزی از دست نمیدی. وقتی حس کردی که این آدم داره میره به سمت لاشی بودن، میخواد از من سوء استفاده کنه، حست درست میگه. 99% مواقع حس ششم ما دختر درست میگه. در نتیجه مثل من نباشید، توجیه نکن. وقتی یکی اشتباه کرد بنداز دور. من اینایی که دارم بهتون میگم واسه اوایل رابطه هستا. البته بعدی که قطعا میدونید، ولی تو چنل من خیلی ناشناس خیلی به من اینو میگید. اینو بذارید بهتون بگم. آقا اونی که بهت میگه بیا خونه من، بنداز دور. اصلا ببین باهاش بحث نکن که من اون دختری نیستم که تو اصلا تو اونو بلاک کن، چون تو اونو اصلا ببین مثل یاسی خوندن تو گوش خره. تو اونو وقتی که میگه بیا خونه من، تو دیگه نشین توضیح بده که من دختر خوبیم، چه فکری راجع به من کردی، من فلان. اصلا حالی این چیز چشش بسته است. فقط یه چیز میخواد، فقط میخواد تو بیای خونش، چه تو بیای چه دوستت بیاد فرق نمیکنه، فقط میخواد یه دختر بیاد خونش. این از پسرای لاشیه، ویژگی پسرای لاشه. یارو اگه پسر خوبی باشه بعد 2 سال رابطه بازم میگه دوست داری مثلا با هم بریم حالا مثلا مسافرت، نظرتو میپرسه بعد مثلا 2 سال رابطه.
دیگه این پسرایی که تو روز اول به خودشون اجازه میدن که این درخواست رو از تو بکنن، دیگه اصلا اینا دیگه خیلی دیگه شوتن. ببین اینم بهتون بگم، مثلا میگه ببریم خونه، بعد تو بهش میگی که چرا همچین چیزی به من میگی، میگه وا ما که نمیخوایم کار کنیم، من فقط مثلا از شلوغی بدم میاد. زر میزنن، زر. خودم انجام ندادم ولی انقدر دیدم که اصلا وقتی حرفش میشه اعصابم خورد میشه. یعنی دوست ندارم هیچ دختری این کار رو انجام بده. ببین این که بعد مثلا چند سال رابطه برید مثلا یه جای خلوت با هم باشید، حالا مثلا از شلوغی فرار کردید یا تنوعی تو رابطه بدید، بد نیست به نظر من. این بده که تو میفهمی که یک آدم غریبه که نه از برای تو خاطره خوب ساخته، نه خرج تو داده، نه با تو خوب رفتار کرده، نه با هم رابطه‌ای نداشته اصلا، این که اون میخواد از تو سوء استفاده کنه حس بدیه. اینه که آدمو زجر میده. بعدنا واسهتون میشه یه کابوس که چرا من اصلا با این حرف زدم. سوء استفاده کردن فقط به این نیستش که باید تجاوز بشه، که سوء استفاده این میشه که باهات حرف زده به بهونه اینکه دوستت دارم ولی فقط خواسته سرگرم بشه. سوء استفاده میشه این که داره مختو میزنه که من دوستت دارم، قسم جدیه، ولی تو رو فقط برای حالا از بحث خونه و اینا بکشیم بیرون. یه ویژگی دیگه که به نظر من پسرای لاشی دارن اینه که مثلا یه چیز مشکوکی ازشون میبینی بعد جواب درستی بهت نمیدن. مثلا تو بایو پیجش زده مثلا یه حلقه گذاشته، بعد تو ازش میپرسی که تو مگه سینگل نبودی، این چیه؟ میگه نه همینجوری گذاشتم. ببین این لاشیه، این با 10 نفر دیگه هم تو رابطه است. یا مثلا یه استوری عاشقانه میذاره بعد میگی اینو برای کی میذاری؟ همینجوری آهنگش دوست داشتن. زر میزنن بنداز دور. یعنی میخوام بهتون بگم چیزای این مدلی که مثلا شک میکنید، میگید آیا مثلا کسی هست به جز من، بعد ازش میپرسید و میگه نه همین جوری این کارو کردم، یه خطر بزرگی که داره به تو چشمک میزنه، میگه نکن، سمت این نیا. این لاشیه، این با یکی دیگه است. ما دختر 90% مواقع حسمون درست میگه. بگردید دنبال اون حسه، بگردید چرا اینکه اون حسو دارید، یعنی اون چی کار کرده که باعث شده شما بهش شک بکنید، یه راز نهفته تو اون هست، تو اون کارش هست. بگردید آمارشو در بیارید. وقتی هم دیدید خیانت کرده بندازیدش دور، اصلا دیگه باهاش بحث نکنید. مثل اینه که مثلا تو یه دزدو بگیری بعد بشینی بهش بگی چرا دزدی کردی، ببین من چقدر آدم خوبی بودم. اون دزده این چیزا حالیش نمیشه، اون دزده عذاب وجدان که نمیگیره، اون اصلا حالیش نمیشه این چیزا. کسی که خیانت کرده اصلا حالیش نمیشه، بنداز دور فقط.